بسم الله الرحمن الرحیم. حواسمون جمع باشه. وقتی کاری میکنیم فقط رضایت خداوند متعال رو مد نظر داشته باشیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. از طرف مقابل هیچ جزایی و حتی تشکری هم نخواهیم. روز قیامت وقتی که صحیفه اعمال چیده میشه، خداوند متعال میگه اینو بندازید اونور، اینو قبول داریم، اینو بندازید اونور. فرشتگان میگن یا ربی اینو همه خیره. میگه نه، بعضیا رو غیر از من در اون شریک قرار داده شده بود. تنها اون چیزی که فقط به خاطر رضایت من بوده اونو قبول دارم.